بچه دنیا اومده، پدر و مادر میذارنش وسط. دیدی؟ اصلا عاشق این حرکت پدر مادر ایرانی هم. مادر این وره، پدر این وره. بعد بچه مثلا 20 روزشه کلا. مادر بشکن میزنه بچه کلش میگه وای احمد نگاه کرد چقدر باهوشه. تو انیشتین زاییدی خانم خبر نداری. بچه گربه بشکن بزنی نگاه میکنه. بعد اون یکی اونجا میکنه بابا، دوباره بچه نگاه خوب میگه وای راست میگه مهی، این خیلی باهوشه، این خوبه. چند وقت بعد معلوم میشه این چقدر باهوشه. اصلا از باهوشی خرگوشه. همچین روزگارانه گذارن. دستا بالا، انرژی ها بالا بالا. What time is it؟ جشن‌هایی برای بچه‌ها میگیرن این روزها، جشن‌های عجیب غریب. جشن گودبای پوشک. بعد زنگ میزنن به همه بیاین، از امشب بیاین، که این دیگه از امشب پوشک نمیبنده. این همینجوری راه میره، مهمونا رو غافلگیر میکنه، یهو تاپاله میندازه. همه سورپرایز میگن چه قشنگ، اینقدر باحال. تاتی میکنه، هر جا دلش خواست یه گل به گلای قالی اضافه میکنه. اصلا خیلی عجیبه، چون پولا زیادی کرده برای بعضی‌ها. جشن اولین دندون، بیان همه بیان، این دندون اول در اومد. بعد بچه که 1 سال و نیم این اصلا ادراکی به جهان هستی نداره، میگه بخن خاله ببین. بعد بچه با تعجب داره همینطور نگاه میکنه. بعد مادر دستار میندازه تو دهنش مثل کروکودیل وا میکنه که این دندونه بزنه بیرون، این ببینه خاله ببینه جوجوشو ببینه چجوری این دندون در آورد. بچه‌های الان مغز آیتیه. زمان ما تمام درگیری ذهنی این بود که میریم توالت کدوم وری بشینیم، سوراخ نمیدونستیم که خود سوراخ اون وره، بعد این وری همه برعکس انجام میدادیم کارا رو. بعد میدیم 2 تا سوراخ درست کردیم اینجا که یه پسر بچه 11 ساله اومده توی اینستاگرامش نوشته من را به خاطر خودم بخواه. من اصلا فکرم اومد تا اینجا، گفتم خدای من به کجا دارم این نسل جدید. اون وقت ما تا 14 سالگی فکر میکردیم جنس مخالف کسی که باهات مخالفت میکنه. من درس پس میدم، اما میخوام درس بدم الان. یعنی بچه فهمید من اسکلم، گفت این کجاش درس میدم. نه اما من دکترم نیستم، اما اسکلم نیستم. من از یه آدم عادی میفهمم اونجوری هم که بابات منو به تو پرزنت کرده. بچه های امروزی، رفیق من میگفت پسر همسایه ما سن و سالی ازش گذشته نمیتونیم از شیر بگیریمش. حریصه. یه دقیقاً اندازه شیر دریایی شده. دیدی شیر دریایی تا وزن 5 تن هم میرسن، از این دندونای اینجوری دارن. میگفت رفتیم دکتر اطفال، دکتر نوجوانان، جوانان، میان سالان، کهن سالان، بازنشستگان، درگذشتگان، کالبد شکافی، هر جا رفتیم گفتن ما این مورد نادره، این بعد دیگه نباید بخوره. این چرا میخوره؟ خیلی گنده است، خیلی گنده است، این نباید بخوره. خود دکترها تز نوشتن فرستادن آمریکا، گفتن آقا یکی هست اینجا میخوره. تعجبی میخورد. تا اینکه متوسل شدن به پیرزن همسایه، چون تجربه داشت، گفتن که مادر جان شما، ما یه بچه داریم که گذشته اما میخوره. اون گفت من باید پروژه رو ببینم. آوردیمش سر پروژه رو تا دید دندون مصنوعیش از دهنش افتاد بیرون، چون تعجب کرد. این دیگه چیه؟ این هیولا چیه؟ این زالوه؟ این داره میمکه. شاکی شد مادر بزرگی، اما خوب که بررسی کرد پیشنهاد داد، گفت مقداری فلفل سیاه بریزید، دیگر شیر نمیخوره. میگفت فلفل سیاه ریختیم، الان 8 ماه بدون فلفل سیاه نمیخوره. یعنی الان تازه طعمدار دوست داره که با طعم بخوریم. بچه‌های امروزی اینجوریه داستانشون.
البته که بزرگترها حق دارن به گردن ما، بعد قدر بدون عزیزان. دوستم میگفت که پدر بزرگم رو توی حموم رفتم لیف و کیسش کردم، یه ماساژ ریزی هم بهش دادم، خیلی خوشش اومد. دست به دعا برداشت، گفت برو پسرم که الهی 10 میلیون تومان برات هیچی نباش. گفت در جا دعاش مستجاب شد. الان 300 میلیون بدهکارم که 10 تومن پیشش. مراقب باشین کجا دعا میکنن، تو همون اینا مستجاب نمیشه. اینجا اینا خیلی مهمه. همین مترو که میگم، پسره میگم من با دوست دخترم دعوام شد، نشسته بودیم، یهو بلند شد غر کرد رفت. دیدم پیرمرد دستشو گذاشت رو شونم، گفت پسرم بلند شو تا دیر نشده برو دنبالش. گفتم پدر بزرگ رابطه من و ایشون برای شما اهمیت داره؟ گفت نه میخوام بلند شی بدی من بشینم سر جات کثافت. زرنگ یعنی دوست. نمونهش رفیق خود من یک گروه خونی خیلی خاص داره که نادره. میگفت رفتم سازمان انتقال خون دادم حدود 2 واحد. میگفت 6 ماه بعد به من زنگ زدن گفتن آقا از این خونی که شما دادید خیلی کمه، یه مریض اورژانسی هم داریم، اگر امکان داره یه واحد دیگه اگه میشه ما پولش هم حساب میکنیم. میگفت من پشت تلفن گفتم داداش خانم من الان چند ماه چون گوش گرون شده فقط سویا و نخود لوبیا میخورم، الان صبح تا شب فقط میدوزم دیگه، خون ندارم، اگه برای تنظیم باد میخوان بیان خدمتتون، ولی خون دیگه واسه من نمونده. اوضاع ماشین خراب هست، میدونی که رفیق من میگفت انقدر ماشین گرون شده که من چون ماشین ندارم مجبورم با ویلچر پدر بزرگ خدا بیامرزم برم دنبال دوست دخترم. بکن با اون میره میگه سوار شو، از این برقیاست، بعد سوار میشه اینم میپره میزنه بی راهنما میزنه. بکن اوضاع میشه. در موضوع بنزین که دیدی چه قوقایی به پا کرد قبل از ماه رمضان، در حد یه خبر گفتن شاید بکنیم 2500 مردم قوقا کردن. 20 کیلومتر صفحه پمپ بنزین، ماشینای میلیاردی. من فکرم رو زمین ماشین میلیاردی، گفتم یعنی این بخواد یه باک تو زندگی یه باک بیفته جلو، فقط یه باک 17 ساعت تو صف بود، بعد رسید یارو شلنگ رو چیز کرد تموم شد، بعد گرد کرد دوباره برگشت رفت خونش. چرا؟ خلاص این که یه چیز عجیب غریب بگم بهتون که بنزین هم این شکلیه و اصلا نگران نباشید. من از منبع موثق به من گفتن به مردم بگید نگران نباشن، اگر بنزین لیتری 5000 تومان هم بشه مشکلی نیست، چون قول دادن که بنزین منجمد برزیلی قرار وارد بشه و این مشکل حل میشه. برو وارد هفته بالا حالشون خوبه. خبرها حاکی از اونه که در ژاپن از هر 5 نفر به علت کار زیاد 4 نفر در معرض خطر مرگ. این چقدر اینا جون میکنن کار میکنن ژاپن. اون وقت در ایران میگه از هر 5 نفر 8 نفر در معرض خطر زخم بستر. بس دراز کشیده تو نت میره تو دایره مخ میزنه ولم نمیکنه. سرعت نت ما رو در ژاپن تو برنامه شوکشون نشون میدن. پنجشنبه ها ژاپنیا میشینن پای برنامه تلویزیون میگن که شوک برنامه امشب سرعت نت. اصلا نمیشه، مگه میشه با این سرعت؟ ما فیلم دانلود میکنیم، تا دانلود میشه خیلی از هنرپیشه‌های فیلم یا پیر شدن یا مردن دیگه، وجود خارجی ندارن. ما در این حد چیکار داریم کنیم؟ برو دسته بالا. یک روز تو خونه تو تنهایی خودم که نشسته بودم و کچلی و زشتیم و تنهاییم داغونم کرده بود، یهو کتاب کوین تورودو بود، نمیدونم آنتونی رابینز بود که خیلی انگیزشی قشنگ. کتاب رو خوندم، در من یک انگیزشی ایجاد کرد. رفتم جلوی آینه عین دستورات کتاب، چون کتاب گفته بود این کار رو بکن. رفتم گفتم تو شگفت انگیزی، تو با نمکترین کچل دنیا هستی، برو برای خودت گل و کادو بخر. رفتم خریدم، به خودم هدیه دادم. بعد از اون وقتی که این کارا تموم شد، علاوه بر حس تنهایی و زشتی و کچلی، حس اسکلی هم بهم دست داد و گفتم کوین تورودو خر تو گورت بیاد با این کتاب رو.
سال 98 که شروع شد هر سال ما 13 به در میرفتیم به دامن طبیعت. امسال طبیعت اومد تو ما. طبیعت کار خودشو کرد. من هیچی نگفتم، اومدید هر سال سرویس کردید، حالا نوبت منه. سیل اومد، ستاد بحران که همون اول تصمیم تایم پاره کردیم. اصلا هر وقت که بحرانی میشه ستاد بحران اولین کاری که میکنه میگه آقا دیدی؟ اومد جلو تلویزیون گفت که چیز، بعد رفت دوباره برگشت اومد آخرش اومد گفت که مواظب خودتون باشید. بعد گفت ما میریم مواظب خودمون باشیم. بعد میگو برین تو خونه هاتون برید. بعد اومد گفت از خونه هاتون بیاین بیرون. ما هم همینجوری. یعنی یه حس اسکولی در وجود ما موج میزد. خیلی عجیب بود، عجیب غریب. شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی منتظر شما هستم.